اگه همه چیزایی که امتحان میکنید جواب میدن، پس به اندازه کافی تلاش نکردی. این جمله که روی دیوار موزه فناوری آمریکا حک شده برای کسی نیست جز مهندس گوردن مور، یکی از 2 ستون بلند والای اینتل. شروعش با 2 نفر بود، جناب پروفسور رابرت نویس و آقای گوردن مور. سلام، تاهام و امروز قراره به پیش و پس اینتل بپردازیم. صادقانه بگم من موقع تحقیق و نوشتن این پادکست واقعا لذت بردم. امیدوارم شما هم لذت ببرید. زودتر بریم سراغ اولین ویدیو از سری بلندوالای پیش و پس. سال 1968 یک مهندس شیمی به نام گوردن مور به همراه یک فیزیکدان به نام رابرت نویس تصمیم گرفتن که یک شرکت نوپا رو به وجود بیارن. شرکتی که هدفش ساخت آینده‌ای بود که هنوز برای هیچ کس قابل باور نبود. الکترونیک مجتمع، Integrated Electronics یا به اختصار اینتل. اینتل شروع کارش با تولید حافظه‌های کامپیوتر بود. بله، درست شنیدید. شرکتی که توی یک دوره 7مین شرکت با ارزش جهان بود، با تولید چیپ‌های حافظه شروع به کار کرد. این شرکت سال 1969 از اولین محصول خودش رونمایی کرد. اینتل 3101، یک چیپ حافظه با ظرفیت 64 بیت. این شرکت همینطور ادامه میداد. اینتل 1101، اینتل 1103 از چیپ‌های حافظه این شرکت بودن. سال 1971 انقلاب اول. اینتل اولین ریز پردازنده خودش یعنی اینتل 4204 رو معرفی کرد. این اولین ریز پردازنده جهان بود. یعنی برای اولین بار توی دنیا یک چیپ کوچیک میتونست مثل مغز کامپیوتر عمل کنه. 4004 خیلی پردازنده ابتدایی بود. یه جورایی اصلا برای ماشین حساب ساخته شده بود. از اغلب کارهایی که این پردازنده میتونست انجام بده، پردازش داده‌های عددی ساده بود، مثل جمع و تفریق. همین، نه چیزی کمتر و تقریبا نه چیزی بیشتر. اما این اتفاق که امروزه برای همه ما امر بسیار ابتدایی عادی محسوب میشه، برای زمان خودش کمی از یک انقلاب بزرگ برای اینتل نبود. 4004 نقطه شروع عصر ریز پردازنده ها بود که امروز 99% ماها هر روز باهاش سر و کار داریم. با گذر زمان میرسیم به سال 1978، انقلاب دوم. اینتل قوی ترین پردازنده رایانه‌های شخصی رو با نام اینتل 8086 معرفی کرد. اولین پردازنده‌ای که ساختار x86 رو به جهانیان نشون داد. به جرئت میشه گفت تمام پردازنده‌های مدرن اینتل و AMD از لحاظ معماری وارث مستقیم 8086 هستن. این پردازنده به قدری مهم و با ارزش بود که اینتل در سال 2018 به مناسبت 40 سالگی این پردازنده انقلابی یک نسخه خاص از پردازنده کرایش 7 رو با پسوند 8086K معرفی کرد. حالا اینتل صاحب یکی از تاریخ ساز ترین پردازنده‌های جهانه و میتونم اینطوری بگم که این شما و این بزرگترین شرکت تولید کننده پردازنده در جهان، اینتل. گذر زمان ما رو میبره به سال 1981، انقلاب سوم. اینتل یک نسخه ارزان قیمت و ساده تر 8086 رو به اسم 8088 با IBM میده و این پردازنده توی اولین کامپیوتر شخصی IBM به اسم IBM 5150 استفاده شد و این یعنی اینتل به ستون فقرات کامپیوترهای شخصی تبدیل شده بود. اسم اینتل سر زبان‌ها بود. تقریباً تمام کامپیوترها از پردازنده‌های اینتل استفاده می‌کردن. اینتل روز به روز پیشرفت می‌کرد تا رسیدیم به سال 1990. سالهای 1990 تا 2000 دوران طلایی اینتل بود. این شرکت توی این سال‌ها 2 تا از موندگارترین پردازنده‌های تاریخ خودش یعنی اینتل سلرون و اینتل پنتیوم را معرفی کرد. حالا اینتل به سلطان پردازنده‌های دنیا تبدیل شده بود. برچسب اینتل اینساید روی لپتاپ‌ها مثل یک مهر پولساز و با ارزش عمل می‌کرد. همه چیز عالی پیش می‌رفت تا به اوایل سال 2010 می‌رسیم. تا اون موقع اینتل مثل یک پدر بزرگی برای دنیای تکنولوژی بود که نواهاش اون رو جاودانه می‌دونستن. اما AMD اون کسی بود که میتونست با یه لگد محکم در خونه این پدر بزرگ رو بشکونه و این عمر طولانی و با ارزش رو با فشار دادن یک ماشه به پایان برسونه. اینجا نقطه رقابت بود. AMD پردازنده‌های بسیار قدرتمندتر از اینتل رو با قیمت خیلی پایینتر داشت عرضه می‌کرد. اینتل به گذشته با افتخارش پایبند بود، اما AMD داشت با سرعت بیشتر از همیشه به آینده با افتخارش فکر می‌کرد. سال 2003 AMD افلون 64
اولین پردازنده 64 بیتی جهان. اینتل کجاست؟ اینتل از پنتیوم 4 دست برداره، اون مشکل دما داره. هیچ چیز باورپذیر نبود. اینتل پروردگار تکنولوژی توی زمان خودش طی چندین سال داشت تکنولوژی عقب میموند. شرکت‌های جدیدتر کم کم وارد می‌شدن و معماری آرم به وجود میومد. این معماری رو الان توی گوشی‌ها و تبلت‌های امروزی می‌بینید. آرم قدرت ثابت و مصرف برق به شدت پایین‌تری داشت. اینتل عقب افتاد. آیا این پدر بزرگ باید راه رو برای شرکت‌های نوتر مثل اپل، کوالکام یا AMD باز می‌کرد و خودش عقب میموند؟ بعید می‌دونم. این شرکت در سال 2020 تصمیم جدی برای بازسازی خودش گرفت. اینتل شروع کرد به سرمایه‌گذاری عظیم برای ساخت کارخانه‌های جدید در آمریکا و اروپا برای رقابت با شرکت‌های رقیب. حالا اینتل توی یک دوره تحول و بازسازی جدی قرار داره. نه توی اوج گذشته‌شه و نه در حال سقوط، بلکه در حال پیشرفت و بازسازی. یک جایی بین رقابت سخت و تلاش برای بقا. اینتل داره خودش رو احیا میکنه و البته که کار خودش هم به خوبی بلده. از محصولاتی که در گرو این بازسازی میشه بهش اشاره کرد، پردازنده‌های فوق قوی نسل 14 و 15 هستن. پردازنده‌هایی که از معماری جدید و نوآورانه اینتل به نام چیپلت یا چند چیپی استفاده میکنه. امروزه اینتل وارد صنعت کارت گرافیک شده و داره به صورت حرفه‌ای توی این حوزه فعالیت میکنه. کارت گرافیک‌های سری آرک الان واقعاً جلوی محصولات شرکت‌های بزرگ مثل انویدیا حرفای زیادی برای گفتن داره. بله، قلب تپنده اینتل در حال تپش هست. شاید واقعاً این پدر بزرگ جاودانه باشه. اما جدا از تمامی این اتفاقات قشنگ، اینتل الان واقعاً دوره سختی رو داره پشت سر میذاره. اینتل هنوز توی پردازنده‌های آرم حرفی برای گفتن نداره و توی این حوزه اپل و کوالکام حرف اول رو میزنن و یه جورایی پردازنده‌های آرم رو میشه آینده پردازنده‌های کامپیوتری دونست. پس اینتل تا الان آینده رو از دست داده. حالا این شرکت زنده است و میخواد تا سال 2026 و 2027 به عنوان رهبر تکنولوژی چیپسازی جهان شناخته بشه. اینتل داره پردازنده‌های هوش مصنوعی خودش رو توسعه میده و قصد داره با غول‌های این صنعت رقابت کنه. هدف این شرکت تبدیل شدن به یک کارخونه پیشرفته تولید چیپ در جهانه. یعنی برای شرکت‌های بزرگ مثل انویدیا، اپل و حتی دولت آمریکا چیپ تولید کنه. خواسته بسیار بزرگی، اما بذارید یادتون بیارم ما با اینتل طرفیم. برندی که انقلابای زیادی دیده. پس به هر چی که میخواد میتونه برسه. امیدوارم از این قسمت پیش و پس خوشتون اومده باشه. ممنونم که تا آخر همراه بودید. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، خیلی به من کمک میکنه. و تا یه پیش و پس دیگه، خدا نگهدار.